اما یک نکته خیلی واضح و روشن باید باشد. همون در صحبت اول گفتم که ملت تاجیک با اون سیعه صدر، با اون محبتی که نسبت اسلام دارد، هیچ فرق بین شیعه و سنی نمیگذاشت و امروز هم برخی از مردم نمیگذارند. اما این واقعیت ها هستند که بعد وادار میکنند مردم را که یک کمی چشم ها را باز کنند، ببینند که نه، در دنیا واقعیت های دیگری هست که دیگر به ما ربط ندارد و ما طرف هم نیستیم و طرف دیگر مجبور میکند که بعد بیایم این مرزها گذاشته شود. برای مثال من گفتم که وقتی که اون حرکت ها آغاز شد، ملت تاجیک، ملت مسلمان، نهضت، حتی خود ما هم آمدیم، دیگر اصلا برای ما فرق نمیکرد که جمهوری اسلامی ایران شیعه است یا سنی است، معلومات هم نداشتیم. اما بعدا وقتی که با سیاست های واقعی روبرو شدیم، بعد دیدیم که نه، حالا ما این طور فکر میکنیم اما طرف دیگر دارد مسئله رو بعضا از زاویه مذهبی اعتقادی خودش میبیند و اون طوری که من فکر میکنم اون طور نیست. باید اینم اعتراف کنیم که الان در نهضت ما، در تاجیکستان ما، با اون شکل پیشینه، شکل قبلی که دیگر جمهوری اسلامی ایران را یک جمهوری واقعا هم اسلامی که هیچ مرز بین سنی و شیعه نمیگذارد، با اون شکل دیگر قبول ندارد. چرا؟ این تجربه 30 ساله و 40 ساله خیلی واقعیت های دیگر رو هم نشان داد و اینم باید اعتراف کنیم که جمهوری اسلامی هم، در جمهوری اسلامی ایران این طور نیست که تمام جهان اسلام رو یک رنگ ببیند، تاجیکستان رو و نهضت رو یک رنگ ببیند و بگوید که این یک حرکت سنی حنفی است. نه، بله من این قبول دارم و واقعا هم جای قدردانی هم هست که رهبریت جمهوری اسلامی ایران، نهادهای جمهوری اسلامی ایران به این نظر هستند و تا امروز خدا را شکر این مناسبت را به ملت تاجیک و تاجیکستان کردن. اما اینم باید اعتراف کنیم، چون وقتی من اعتراف میکنم که در نهضت ما این گونه گروه ها هست، در تاجیکستان الکی این گروه ها هست که نگاهشون به جمهوری اسلامی تغییر کرده است، باید اینم اعتراف کنیم که در جمهوری اسلامی ایران هم هستند افراد گروهایی که نهضت را از زاویه دیگر میبینند یا دیدن میخواهند، تاجیکستان را هم و مسائل اسلامی را هم. حالا یک مثال بزنم تا اینکه مسئله روشن‌تر شود. وقتی که نهضت سرکوب شد، تارومار شد، زندانی دادیم، شهید دادیم در سال 2015، 5 سال پیش، ما صدا بلند کردیم، خواهش کردیم، خودم شخصا رفتم با صحبت ها کردم، حتی در قم بودم با مراجع صحبت کردم، هیچ واکنش نشد و یعنی که این که یک عده از مسلمان ها در اونجا دارن ذبح میشوند، کشته میشوند و نهضت اسلامی تاجیکستان ممنوع شد، هیچ واکنش نشد. اما وقت اخیر بعضی واکنش ها هست، بخصوص وقتی که طلبه های در قم تحصیل کرده مورد فشار قرار گرفتن که حالا عددشون این نباید این شود و اینم واقعا ظلم است. این کاری که حکومت تاجیکستان کرده ایستاده است بالای این بچه‌ها واقعا ظلم است. اما وقتی که به تحصیل کرده های قم یا دیگر مدرسه ها در ایران فشار وارد شد، بعد 5 سال از اون که هزارها نفر کشته شد و مهاجر شد که این عدد شاید 100 نفر بیشتر نیستند و بخصوص بعضی از افرادی که مثلا شهید شدند، آقای سید قیام‌الدین غازی در داخل زندان، در پهلو دیگر شهدای ما در اینجا آمدن، این دوستان بعضی از دایره‌های جمهوری اسلامی ایران صدا بلند کردند و حتی از منبرها و از منبرهای دیگر به شکل‌های دیگر واکنش‌ها شد. اینجا سوال را به وجود می‌آورد که اگر نگاه به تاجیکستان همچون یک مسلمان‌ها هست، یک مردم سنی هست، یک نهضت سنی حنفی هست که در پهلوی خودش الحمدلله برادران شیعه اسماعیلی را هم دارد و پیش میروند، چرا طول این همه سالها خاموش بودند؟ دوستان ما صدا بلند نکردند، نامه‌نگاری کردیم، صدا بلند کردیم که شما کفیل صلح هستید. اما در مرحله آخر وقتی که این صداها بلند شد، واقعا سوالها را به وجود آورد و امروز نظر من چی است؟ نگاه من این است، پیشنهاد من این است که ما باید کسانی که هم در تاجیکستان، هم در نهضت اسلامی تاجیکستان و هم در جمهوری اسلامی ایران که واقعا هم دغدغه‌مون، فکرمون اسلام هست، مسلمان ها هست، فرق نداره که شیعه هست، سنی است، اگر مظلوم قرار میگیرد باید در پهلوی مظلوم ایستاد. وقتی که شیعیان بحرین مظلوم قرار گرفتن، من با دوستان بحرینی خودم که از حکومت بحرین بودم، با وزیرها که شناس آشنایی داشتم، با اونها موقع گیری کردیم که شما دارید نسبت هموطنان خودتون ظلم میکنید. اما در سوریه وقتی که مردم مسلمان سوریه مورد ظلم قرار گرفت، نه به خاطر اونا که سنی بودن،
از طرف حکومت سوریه، اگرچه شیعه هست یا هر کی هست من کار ندارم، اما ظالم بود و این مردم سوریه مظلوم بود. من اومدم در پهلوی مردم سوریه قرار گرفتم و این رو از منبرها به طور آشکار گفتم، اگرچه میدونستم بعضی از دوستان در جمهوری اسلامی ایران ناراحت خواهند شد. برای ما معیار اون ظلم، مظلومیت و ظالم هست. این نیست که اگر یک هم مذهبی من، یک سنی ظالم باشد، من بیام در پهلوی ظالم قرار بگیرم فقط به خاطر آنکه این هم مذهبی من است. یا اگر مظلوم از گروه من نیست، از هم عقیده من نیست، هم مذهبی من نیست، من باید از او پشتیبانی نکنم. این است این مشکل اساسی ما جهان اسلام امروز شده است و وظیفه ما از این نیروهای معتدل، چی در ایران، چی در تاجیکستان، چی در سراسر جهان، این است که بیایم این نیروهای معتدل را به هم نزدیک کنیم و واقعا ارزش‌های اسلامی در ملاک ما باشند، نه اینکه این دیدگاه‌های محدود مذهبی و منفعت‌های سیاسی. اگر هر کسی که حالا فرق نمی‌کند اون جمهوری اسلامی ایران هست، عرب هست، ترک هست، هر کجای باشه، با این دیدگاه‌ها با ما شریک هستند، ما در خدمت هستیم. اما اگر بیان که احساس کنیم که نه در اینجا با سیاست‌های دیگر است، دیگر نه تنها ما، ملت تاجیک، مردم مسلمان و همه کس حق دارد که دیگر سیاست‌هاش را طبق منافع و طبق اون ارزش‌های خودش بگیرد. و من مطمئنم که حالا باز تکرار میکنم که ما دیدگاه‌های مشترک زیاد داریم و بخصوص این جمله رو هم بگم که نظر من این است که ملت تاجیک و ملت ایران چون بالاخره یک ملت هم، ما هر دو کشور محکوم به آن هستیم که در پهلوی همدیگر باشیم. یعنی فرق نداره امروز در تاجیکستان کی حاکم است و در ایران کی در حاکمیت است، امروز کی مهاجر است مثل من و کی مهاجر نیست. این دو ملت تاریخاً از لحاظ اعتقادی، از لحاظ فرهنگی محکوم به آن هستند که باید در پهلوی همدیگر باشند. ما مسائل رو این گونه می‌بینیم و خیلی خوشم هست. واقعاً من می‌ندارم هستم که رهبریت جمهوری اسلامی ایران این دیدگاه رو دارن. اصلا ما این دیدگاه رو بیشتر از اون طرف آموخته می‌دیدیم. بیایم پیش راه اون دایره‌ها و گروه‌هایی را که مسائل‌ها را از دیدگاه‌های تنگ و محدود مذهبی می‌بینند، چه در طرف ما و چه طرف جمهوری اسلامی ایران، پیش راه اینا رو بگیریم. من مطمئنم که یک مشارکت استراتژیکی بسیار قوی بین دو ملت در آینده شکل خواهد گرفت.